اولاد آدم زیاد شده بودن، 1100 چقدر عمر کرده بوده، زیاد در محضر او قال و قیل میکردن و آدم ساکت بود، هیچ ابدا حرف نمیزد. یک دفعه ملتفت شدم گفتم این همه شلوغکاری ما میکنیم، پدر ما هیچ ابدا یک کلمه نمیگوید و همجور نگاه میکنه. تعجب کرده، بابا شما هیچ ساکت ثابت اینجا نشستید، هیچ چی نمیگویی، ما این همه سر صداها میکنیم، این همه بازی ها میکنیم، همه کارها میکنیم. حضرت خادم به اینا فرمود اون وقتی که جبرئیل ما را آورد به زمین، به من فرمود اگه میخوایی برگردی به همون جایی که از اول بودی، به اون بهشتی که از اول بودی برگردی، و عقل الکلام